سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. با یک ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. تو این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم وقتی که ادراپ هایی که روشون کار کردیم، زمان گذاشتیم، یه بازی کردیم، به اون تعلق گرفت، چطوری میتونیم نقدشون کنیم و ازشون لذت ببریم. بریم با هم دیگه ببینیم که چیکار باید بکنیم. قبل از اینکه پروسه ثبت نام و کارهای مختلف رو انجام بدیم، یه نکته بگم. اگه در رابطه با صرافی ایرانی جلوتر صحبتی شد، یه خورده گنگ بود براتون توی این ویدیو که در رابطه با ادراپ همستر بود، خیلی بیشتر در رابطه با صرافی ایرانی صحبت کردم، اینکه چجوری شناساییشون بکنیم، کدوم خوبه یا کدوم خوب نیست رو اون تو صحبت کردم. و اگه دنبال ادراپ جدید هستید، پروژه بلوم رو میتونید برید ویدیوشو ببینید. پروژه به شدت قوی و جذاب که حتی آپدیت جدید هم داده، خیلی بهتر شده. خلاصه میتونید این دو تا ویدیو رو هم ببینید و ازشون استفاده بکنید. بریم به کارمون برسیم. قبل از اینکه بخوایم ادراپمون رو نقد بکنیم، باید یه سری کارهای دیگه انجام بدیم و بنابراین نمیتونیم خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. تقریبا 2 هفته پیش توی پیج اینستاگرام تو چند تا استوری توضیح دادم که توی هر کیف پولی که باشید، یعنی از هر کیف پولی که استفاده میکنید، برای اینکه بتونید ادراپی که بهتون تعلق گرفته رو ببرید داخل یک صرافی و اصطلاحاً نقدش کنید، 99% باید یک کارمزدی رو بابت این انتقال پرداخت بکنید. حالا پرداخت نه به معنی که مثلا پول کارت به کارت کنید یا به تومان چیزی رو بخواید پرداخت کنید یا بتونید اصلا پرداخت کنید. معمولا هر کیف پولی نسبت به اون اصطلاحاً شبکه‌ای که داخل آن داره فعالیت میکنه، همون ارزی که بیس یا پایه اون شبکه هست رو برای کارمزد از شما دریافت میکنه. به عنوان مثال، اگه کیف پول تراست والت رو استفاده بکنید، بخواید ارز کاردانو رو از داخل کیف پول به صرافی ببرید، ازتون اصطلاحاً BNB میخواد. BNB ارز پایه کیف پول تراست والت اگه اشتباه نکنم، حالا چه پایش باشه چه نباشه، ارز BNB رو برای کارمزد ارز کاردانو ازتون دریافت میکنه و اگر بهش ندید، یعنی مقداری که نیاز داره توی کیف پولتون نداشته باشید، جلوگیری میکنه از انتقال ارز کاردانوتون. پس بنابراین شما برای اینکه بتونید کاردانو از تراست والت جابجا بکنید، باید مقداری BNB داشته باشید. حالا صحبتی که ما داریم روی خدمتتون عرض کنم والت تانکیپره برای ادراپ های همستر، بلوم، تپ سواب، یس کوین یا هر ادراپ دیگه‌ای که بر پایه تلگرام هستش. اکثرا همه به تانکیپر وصلشون کردیم. توی تانکیپر اگه دقت کنید، حالا شما تو نسخه موبایل می‌بینید، من توی دسکتاپ دارم روی صحبت می‌کنم، یک مقدار دیزاینش فقط متفاوته، وگرنه عملاً همه اون قابلیتایی که شما روی موبایل دارید من روی دسکتاپ دارم و بالعکس. همونطور که می‌بینید ارز تان رو داره نشونتون میده. تان اصطلاحاً تان تلگرام هستش. میتونیم با هم دیگه اینجا ببینیمش. همونطور که گفتم تان تلگرام مشاهده میکنید که پیش بینی میشه برای انتقال، خدمتتون عرض کنم، ادراپ هایی که بر پای تلگرام هستن، باید کارمزد رو به تان تلگرام اصطلاحاً پرداخت بکنیم. بنابراین ما با مقداری تان تلگرام توی کیف پولمون داشته باشیم قبل از اینکه حتی ادراپمون تعلق بگیره. به عنوان مثال روزانه دارید زمان میذارید، همستر بازی میکنید، تپ سواب بازی میکنید، بلوم بازی میکنید و چشم انتظار که اینا لیست بشن توی صرافی. وقتی لیست بشن یک مقدار به شما تعلق میگیره و میخواید اونها ببرید نقد کنید. بنابراین باید تان تلگرام داشته باشید که بتونید کارمزد شبکه رو به تانکیپر پرداخت کنید و ادراپتون رو در نهایت انتقال بدید به صرافی که تازه اونجا موضوع نقد کردن ادراپ عملی میشه و میتونیم انجامش بدیم. پس چی شد؟ ویدیو 2 بخشه. بخش اول تان تلگرام میخریم، میاریم توی تانکیپرمون که این موضوع رو یاد بگیرید. بعد همون تان تلگرامی که خریدیم رو برمیگردونیم صرافی. فرض بگیرید ادراپی هستش که بهتون تعلق گرفته، صرفا اسمش عوض میشه. اون موقع همستر داد، الان تان تلگرام من توی ویدیو میخوام جابجا بکنم، میبرید توی صرافی و اونجا نقدش کنید که موقعی که برگردوندیم نقد کردنشون رو بهتون یاد میدم. این بود کلیات مواردی که توی ویدیو می‌خوام جای صحبت بکنیم. بریم که به صورت عملی کار رو انجام بدیم. من صرافی رمزینکس رو انتخاب کردم برای اینکه توی این ویدیو باش کار بکنیم. تجربه خرید فروش باش داشتم، تجربه کاربری خوبی داره، پیشنهاد می‌کنم ازش استفاده بکنید. لینکش رو توی کپشن میذارم، اگه خواستید ازش استفاده بکنید. روی ثبت نام کلیک می‌کنید. فرض مثال که اکانت نداره، اگه اکانت دارید این بخشو بزنید جلو. شماره موبایلی که مد نظرتون هست رو وارد می‌کنید. براتون یک کد پیامک میشه، من کدو بردارم. کد وارد میکنید و در نهایت با این صفحه روبرو میشید. همون
مرحله اول که وارد میشید یک احراز هویت خیلی کوچیک به این شکل ازتون میخواد که نام خانواده، کد ملی و تاریخ تولد رو باید براش وارد کنید. مشخصاتتون رو وارد کنید و در نهایت از این مرحله رد میشیم. تایید ادامه رو میزنیم. همونطور که میبینید 3 تا مرحله برای احراز هویتش الان بهمون نشون میده. من وی پی ان رو خاموش کنم که تو این سایت ایرانی اذیت نشه. اینم از این. ببینید حالت احراز نشده دسترسی واریز ارز و برداشت ارز رو به شما میده. خدمتتون عرض کنم حالا احراز پایه به این شکل و احراز ویژه هم به این شکل. حالا موضوعی که وجود داره، شما تو احراز پایه‌ای که به واسطه ثبت نام انجامش میدید میتونید ارزتون رو بخرید ولی ارز رو نمیتونید برداشت کنید، فقط دسترسی برداشت ریال بهتون میده. اوکی؟ پس بنابراین به دردتون نمیخوره. فرض بگیرید ایردراپ رو آوردید میخواید نقد کنید و برداشت کنید، یا این فرض رو فراموش کنید، اشتباه گفتم. فرض بگیرید تانو الان میخوایم بخریم، میخوایم برداشت کنیم، بریم تو کیف پولیم که باش کارمزد شبکه رو پرداخت کنیم، اجازه نمیده بهتون که این رو برداشتش کنید. پس بنابراین با احراز ویژه رو انجام بدید. ارتقا به سطح احراز ویژه رو میزنید، آدرستون رو انتخاب میکنید، مثلا تهران، چرا سرچ نشد، کیبورد انگلیسی نمیاره، حالا تهران. آدرس رو میزنید، کارت ملی هوشمند یا شناسنامه یا گواهینامه یکیش رو میذارید، تایید ادامه رو میزنید. در نهایت مرحله بعدی یک ویدیو سلفی ازتون میگیره. اگه با کامپیوتر باشید، وبکم داشته باشید، وصل میشه و ازتون میگیره. یک متن رو باید بخونید. اگه با موبایل باشید که با دوربین موبایلتون به راحتی انجامش میدید. در نهایت موقعی که احراز هویتتون انجام بدید چند دقیقه زمان میبره، تایید میشه و در نهایت همه دسترسیاتون باز میشه. حالا من تو اکانت خودم این کار رو انجام دادم، میریم تو اکانت خودم و مرحله بعدی رو با هم انجام میدیم. خب من اومدم از اون اکانت بیرون، وارد اکانت خودم میشم، کد ورود برای خودم میفرستم مجدد. بچه‌ها کد اس نشد، از یه طریق دیگه وارد شدم، رمز ثابت داشتم، بعد کد گوگل اتنتیکیتور می‌خواست، خلاصه وارد اکانتم شدم. وارد اکانتتون میشید، شما شدید درسی احراز هویت کردید، این بالا تان تلگرام رو سرچ میکنید، میاد که اقدام به خریدش بکنید. اینجا الان نمودارش نمایش نمیده، کاری به نمودارش نداریم. اینجا مقدار ریالمون رو نمایش میده که 0، باید اضافه بکنیم. روی دکمه سلام پلاس کلیک میکنید، واریز ریال میزنید، شماره کارتتون که ثبت کردید و اینجا میارید، عدد مورد نظرتون و در نهایت پرداخت. من 1 میلیون تومان انتخاب میکنم و همونطوری که پیامک نمی اومد باید از رمز پویه ثابت استفاده بکنم. پرداختتون رو انجام میدید و در نهایت برمیگردید به صرافی. وقتی که برگردید عددتون اضافه شده استرام به کیف پولتون و این چی میگه اینو میزنید، کاری نداریم. دوباره تان تلگرام رو جستجو میکنید و مجدد وارد این صفحه میشید. اون موقع 0 بود، الان 0 نیست. اگر دقت کنید 1 میلیون شارژ کردن ولی 1 میلیون به حسابتون نمیشینه، یا هر عددی که شارژ کنید اون عدد کامل نمیشینه، به این علت یک مقدار کم کارمزد کم میکنن. بچه‌ها خیلی شاید از این محیط خوشتون نیاد، شلوغ باشه، اصلا کاری به کارش نداشته باشید، به هیچ چیز دست نزنید لطفاً. فقط کاری که میکنم و همون رو انجام بدید، بخرید و ببرید. اینجا 2 تا گزینه داره، محدود، بازار. بذارید روی بازار، اینجا داره بهتون میگه که بذارید فرقش بهتون میگم. محدود به این شکله که میتونید قیمت رو مشخص کنید که رو چه قیمتی براتون بخره. باید علمشو داشته باشید، سوادشو داشته باشید. اگر ندارید باش کار نکنید، شاید پولتون حروم بشه. و رو حالت بازار به این صورتی که بهترین قیمتی که در اون لحظه که اصلا کلیک میکنید یا میگید براتون بخره رو انتخاب میکنه، براتون میخره. اینجا داره توضیح میده بهتون که یک مقدار امکان داره پر ریسک باشه و ریسکی نداره. من همیشه موقعی که زمان آدم میخوام بخرم سریع ببرم کارم انجام بدم همین کارو میکنم. نوشته بهترین قیمت بازار، کافیه اینو بکشید تا آخر و براتون نسبت به اون مقدار ریالی که دارید خودش میگه که انقدر میشه و میتونید این خرید رو انجام بدید. کافیه روی دکمه خرید بزنید، بهتون توضیح میده، میگه انقدر میتونی بخری، قیمت تقریبی کل حسابت هم انقدره و در نهایت تایید. اینجا یه موجودی کافی نیست، ولی در صورتی یه موجودی کافی هست نباید تا آخرین اتفاق بیفته. مثلا اینا من میکنم 2.26 ببینیم میگیره برامون. بله خرید انجام شد، میگه سفارش موافقت ثبت شد. کافیه که بیام این بالا، بیام توی
کیف پول اثبات اصطلاحاً و همونطور که ببینیم این که ریالمون کاری نداریم، تان کوینمون اینجاست. برای ما 2 واحد و 25 صدم اصطلاحاً واحد خریداری کرد. کافیه روی برداشت کلیک بکنیم. تان کوین نوع شبکه، نکته‌ای که باید خیلی 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 زیاد بهش توجه بکنید، نوع شبکه‌ای که ما توی تان کیپر می‌خوایم ازش استفاده بکنیم و می‌خوایم به واسطش انتقال بدیم با روی تان باشه. به هیچ عنوان روی BEP20 یا BSC نذارید، به هیچ عنوان روی تان بذارید. آدرس مقصد میاید داخل تان کیپرتون، روی تان کلیک میکنید یا لمسش میکنید توی موبایل و در نهایت روی ریسیو کلیک میکنید. اینجا هم براتون نوشته send only TON coin, TON and tokens in TON network. همین شبکه‌ای که اینجا راجبش صحبت کردیم. دقت کنید به هیچ عنوان روی BEP نذارید، به هیچ عنوان، پولتون حروم میشه. تاکید کردم به هیچ عنوان. آدرستون رو برمی‌دارید، کپی آدرس رو میزنید و خودش کپی میکنه. نیازی نیست اینجوری بگیرید کنترل سی بزنید یا روی موبایل مثلا بخواید تاچ کنید بردارید. ایدئال ترین حالت ممکنه که کلیک کنید اینجا یا لمس کنید یا کپی آدرس رو بزنید خودش کپی کنه. میایید اینجا و آدرس مقصد رو پیست میکنید یا در نهایت روی این میزنید خودش براتون پیست میکنه. به این شکل مقدار برداشت اینجا کلیک میکنم یا خودتون میتونید دستی هم بنویسید ولی کلیک هم بکنید اینجا میزنه. میاید پایین میرسه کارمزد برداشت. اگر روش کلیک بکنید بهتون توضیح میده به چه علت کارمزد میگیره ازتون و در نهایت 6 صدم یک واحد رو براتون ازتون کارمزد میگیره. دقت کنید 2 تان و 25 صدم تان رو من دارم برداشت میزنم و 2 تان و 19 صدم دقیقاً اون 6 صدم کارمزد رو داره اینجا ازتون کم میکنه. کاملا روند طبیعیه، تو هر صرافی انجام بدید کارمزد ازتون کم میکنه، فقط مقدارش کم و زیاد میشه. درخواست برداشت رو میزنم، آدرس مقصد، شبکه، مقدار برداشت بهتون نشون میده. مورد تاییدتون بود، تایید برداشت رو میزنید. اینجا احتمال قوی از من الان اگر اشتباه نکنم بله یک کد ای وای اینجا مشکل خوردیم، خط من قطعه، پیامک نمیاد، یعنی آنتن ندارم. ویدیو رو باید استاپ کنم ادامه شو اما آنتن آمد بریم، مشکلی نداره. کدو میزنید، در نهایت کد 6 رقمی گوگل اتنتیکیتور میخواد ازتون که تو گوشیتونه و میزنید و تایید میکنید. یه نکته در رابطه با گوگل اتنتیکیتور بگم بعد ویدیو رو قطع میکنم. برای اولین بار که میخواید درخواست برداشت بدید توی رمزینکس یا هر صرافی دیگه بهتون میگه که باید گوشیتون رو به گوگل اتنتیکیتور نصب کنید. توی اپ استور و پلی استور هستش، دانلود میکنید، اینستال میکنید روی موبایلتون و در نهایت پس از چند تا نکست خیلی ساده یه همچین حالتی که الان اسکرینش براتون میارم میبینید یه کدیه که تایم داره. اگر الان بخوام نگاه کنم تایمش تقریبا 15 ثانیه تا 20 ثانیه است. اول کد موبایلتون رو وارد کنید که 6 دقیقه فرصت داره، تایمش کم نیست. وقتی که مثلا کد موبایلتون رو وارد کردید گوگل اتنتیکیتور از موبایلتون بردارید بزنید و در نهایت تایید رو بزنید. من میرم SMS اومد برمیگردم. خب بچه‌ها من مشکل آنتنم حل شد، کد رمزینکس واسه من اومد، کد گوگل اتنتیکیتور هم زدم، برداشت انجام شد. اونتا دیگه اونجا نشون ندادم. موقعی که برداشت رو انجام میدید توی بخش وضعیت اینجا بهتون نشون میده که در حال انتظار چند دقیقه زمان میبره تا اصطلاحاً فرآیند انجام بشه و به انجام شد تبدیل بشه. بعد از که انجام شده اینجا دیدید و حالا سبز رنگ شدش، کافیه که بیاید تو کیف پولتون و میبینید که 2.19 یعنی 2 واحد 19 صدم تان به کیف پولتون نشسته. 2.25 ما انتقال دادیم در اصل ولی کارمزد شبکه ازش کم شد، یعنی صرافی اما کارمزد رو گرفت و در نهایت این شد دریافتی ما. اوکی، این شد پارت اول ویدیو که در رابطه با خرید ارز و انتقال آن به کیف پولمون بود. شما برای اینکه بتونید ایردراپاتون اینجا خارج کنید 99% نیاز به تان تلگرام دارید. حالا اینکه چقدر نیاز دارید من فکر می‌کنم حداقل اگه 1 تان بخرید بیارید خیلی خوبه، برای اینکه ایردراپ‌های مختلفا می‌خواید جابجا بکنید و برای همه‌شون باید کارمزد پرداخت کنید. حالا کارمزد 2 دسته است، یا از همون ایردراپ ازتون کم می‌کنه که فکر نمی‌کنم به این علت که ایردراپ‌هایی که میاد خیلی ارزش خاصی ندارن که بخواد از همون ازتون بگیره. حالت دوم اینه که ازتون تان تلگرام می‌خواد، یه دونه تان بگیرید بیارید، اگر هم ازتون کارمزد نخواد شما ضرر نمی‌کنید، تان تلگرام رشد می‌کنه و در سود می‌فروشید و در نهایت پولتون بیشتر شده. اوکی، همه چیو بذاریم کنار. فرض میگیریم الان این تانی که اینجا می‌بینیم یک ایردراپ هست که به ما تعلق گرفته، می‌خوایم ببریمش اینجا بیرون و نقدش بکنیم. روش کلیک می‌کنیم که تو موبایل لمسش می‌کنیم. این هیستوری رو نمی‌بینیم چون تازه به اون تعلق گرفته و هیستوری نداره. سند رو میزنیم
و ازمون آدرس کیف پول مقصد رو میخواد. حالا آدرس کیف پول مقصد کجاست؟ داخل صرافیه. میایم تو صرافی، تو بخش کیف پول تان تلگرام رو سرچ میکنیم، واریز رو میزنیم، یعنی میخوایم واریز کنیم به اصطلاحاً کیف پول تانمون در صرافی، نوع شبکه روی تان. و اینجا این نکته ای میگه هنگام واریز در شبکه تان به رمز اینکس حتما تگ را ثبت کنید. من تا انجام ندادم، بریم ببینیم تگ چیه. آها، این ممو تگ منظورش اینه. برای برداشتم میخواست ولی برای برداشت نیاز نبودش. کپی رو میزنم اینجا، اصطلاحاً پیست میکنم، راست کلیک بسته است با کیبورد با هم میکردیم یه بار دیگه به این شکل. کامنت، این ممو تگم رو هم طبق گفته خود صرافی میارم و کامنت میکنم. کانتینیو رو میزنم و میگه چقدر میخوای انتقال بدی. من روی مکس کلیک میکنم و کامل ازش میخوام که برام انتقال بده. کانتینیو رو میزنم ببینیم مرحله بعدی چیه. آدرسمو نمایش میده، مقداری که دارم انتقال میدم. دقت کنید حتی خود تان رو هم من میخوام ببرم، من کارمزد داره میگیره. 0.03 یک واحد رو از من داره کارمزد کم میکنه. یعنی ما چقدر بچه ها آورده بودیم؟ یه لحظه بریم توی تاریخچه تراکنش، بیایم اینجا برداشت رمز ارز. ما 2.25 زدیم بیاد، یعنی خریدی که انجام دادیم 2.25 بود، 2.19 نشست. حالا 3 صدام دوباره از این کم میکنه و در نهایت 2.16 باید بشینه توی کیف پول من در رمز اینکس. کانفرم رو میزنم و میگه دان، انجام شد. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ کافیه صبر بکنیم. من اگه بیام توی این هیستوری با اینجا حالا یه هیستوری دیگه بیاد و در نهایت انتقال من رو بهم نمایش داده باشه اینجا. بله ببینید توی تب هیستوری به صورت کامل نشون میده. اینکه 13 دقیقه پیشی که من دریافت کردم و مثبت 2.19 شدم، حالا اینجا مثبت منفی 2.18 شدم. من توقعشم 3 صدم کم بکنه، شاید من اشتباه دارم بیانش میکنم، ولی منفی 2.18 یعنی به عبارتی 1 صدم کم کرد اگر اشتباه نگفته باشم. رو حالت پندینگ باید صبر کنیم تا اصطلاحاً پندینگش تموم بشه و انتقال کامل بشه. دوباره ویدیو رو استاپ میکنم و دوباره برمیگردیم. خب بچه من یه بار منوها رو عوض کردم، نمیشه 5 دقیقه پیش تموم شده. خب منفی 2.18 الان اگه من بیام توی توکنزام میبینیم که تان من صرف شده و هر چی داشتم انتقال داده شد. میایم اینجا میام تو کیف پول اثبات و همونطور که میبینید تان کوین من 2.18 اینجا واریز شد، یعنی از کیف پول برگشت به صرافی. اصطلاحاً ادراپ هم انتقال دادم. حالا اتفاقی که میفته ما میخوایم این رو اصطلاحاً نقدش کنیم به تومان. چجوری ادراپی که بهمون تعلق گرفته رو بتونیم به پول عامیانه خودمون تبدیلش کنیم؟ کافیه روی معامله بزنیم تا اصطلاحاً صفحه معامله برامون باز بشه. ما میخوایم اینو بفروشیمش. اگر یادتون باشه از همین منو، از همین بخش ما اومدیم این کارو کردیم و اصطلاحاً تان کوینمون رو خریدیم و انتقال دادیمش. دقیقاً همونطور که خریدیم من میذارم رو حالت بازار، به این علت که من نمیخوام قیمت گذاری کنم، میخوام تو بهترین قیمت اون لحظه بفروشمش. میذارم روی خدمتتون عرض کنم 100%، میگم 2 تان و 18 صدم تانم رو برام بفروش رو بهترین قیمت بازار و کارمزد تقریبش اینقدر هستش، نزدیک 20000 تومان کارمزد کم میکنه ازم و در نهایت فروش رو میزنم. مقدار انقدر، بهترین قیمت تقریبی کوین، قیمتی که در نهایت من به دست میارم انقدر میشه. تایید رو میزنم و در نهایت برای من میفروشه. میگه سفارش موافقت ثبت شد. اگر من بیام داخل منو و برم توی کیف پولم، اینجا میبینیم که تان کوین من رفت و مقدار دارایی من به ریال شد 968000 تومان. و همین راحتی من ایدراپم رو نقد میکنم. اول از حالت ایدراپ به ریال تبدیلش میکنم و در نهایت روی ریال برداشت، شماره کارتی که ثبت کردم، حد اکثر موجودی و درخواست برداشتم رو میزنم. تایید و برداشت میشه و برای من فکر میکنم تا 5 دقیقه دیگه، نهایتا 10 دقیقه دیگه واریز میشه به حساب ریالم. به همین راحتی ایدراپی که بهمون تعلق گرفته رو میایم داخل صرافی و نقدش میکنیم. این ویدیو به پایان رسید بچه‌ها. امیدوارم که یاد گرفته باشید چجوری ایدراپتون رو نقد بکنید. اگر سوالی، موردی، چالش چیز داشتید تو کامنت حتما ازم بپرسید و اگر این ویدیو براتون مفید بود خواهش می‌کنم که برای دوستانتون هم بفرستید. روز خوبی داشته باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون.